محمد رسول الله الحي القيوم یا سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم یا سبحان الله الحي القيوم یا سبحان الله 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 کیست نقاش طبیعت کین همه نقش بدی کیست نقاش پدر در کامپیوترتان مختصر صحیح بخاری است؟ چرا بچه؟ یا خواهش کنم قبول میکنین؟ طبعا. یک حدیث برام پیدا میکنین؟ کدام حدیث گفتی پیدا کنم؟ قم فصلی. قم فصلی کنترل ایچ قم فصلی. اینی حدیث شریف است یافت. خب ایره بخونم برات. بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی هریره رضی الله عنه، حضرت ابی هریره رضی الله عنه میگه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میبینی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم دخل المسجد، که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد داخل شد. فدخل رجل فصلى، پس داخل شد یک نفر در مسجد باز نماز خواند. فسلم علی النبی صلی الله علیه و سلم، باز امین نفر که نماز خوانده بود سر نبی کریم صلی الله علیه و سلم برش سلام داد. فرد، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم سلامش چی گفت؟ و علی گفت و قال ارجع فصلی فانک لم تصلی، باز گفت بخی برو اثر نماز بخوان، تو نماز نخواندی. پیغمبر هم باز نفر گفت. فرجع، باز امین نفر چی کرد؟ رفت. فرجع یصلی، باز امین نفر رفت اثر نماز خواند کما صلی، مثل که پیشتر نماز خواند. ثم جاء، باز اون نفر که نماز خواند باز آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و فسلم، با سلام داد علی النبی صلی الله علیه و سلم، بالای پیغمبر برش سلام داد. فقال ارجع فصلی فانک لم تصلی، باز رسول الله صلی الله علیه و برش گفت که برو نماز اثر بخوان، تو خود نماز نخواندی. ثلاثا، سه مرتبه. فقال والذی بعثک بالحق، میگه این نفر گفت که قسم از به ذاتی که تو را به حق پیغمبر ساخته مبعوثت کرده، ما احسن غیره، من دیگه از این قسم نماز کردم دیگه قسم خوبتر خوانده نمیتونم. فعلمنی، پس مرا تعلیم بده. فقال، میگه باز پیغمبر هم بهش گفت اذا قمت، وقتی که استاد شدی الی الصلاه، به نماز، فکبر، باز الله اکبر بگو. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، باز بخوان او چیزی که از قرآن بر تو آسان است رو بخوان. ثم ارکع، باز رکوع بکو. حتی تطمئن راکعا، تا که خوب در رکوع هم تو مطمئن باشی، یعنی تیز نکنی. ثم ارفع، باز استاد شو. حتی تعدل قائما، تا که خوب هم تو استاد شوی، یعنی خوب صحیح استاد شوی، تو نشه که از رکوع هم تو رو. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، باز سجده کو تا ای که خوب هم مطمئن سجده کرده باشی. ثم ارفع، باز سرت بلند کو. حتی تطمئن جالسا، باز خوب وقتی که شیشتی خوب صحیح بشی و تو نیک نیمه یک بشینی. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، باز خوب بین دو سجده بشی تا که خوب مطمئن شوی. و فعل ذلك فی صلاتک کلها، و امیر در کل نمازت بکن. توحید بینم بر در و دیوار ها، آیت توحید بینم بر در و دیوار ها. الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم یا سبحان الله.
اول تو بکریم که اول از اسما جان پرسان کنیم. بله. تو سوال بکن. نماز خواندن چیست؟ نماز خواندن با الله جل جلاله گپ زدن است.